سرخط خبرهای مهم. کور در لیتوا دعوت مقامات برای مهاجران. تاجیکستان به غزه کمک فرستاد. و نظرسنجی با رئیسان و وزیران تاجیک چی سوال دارید؟ روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعدی شما رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. امروز چهارشنبه 22 ینور. تاجیکستان به مردم غزه 200 تن اردی اعلی صفت گندمی کمک فرستاده است. با اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، این کمک در دایره تشبث بشردوستانه و سخاوت پیشگی چند کشور عضو سازمان اسلامی امنیت عضوقواری برای برطرف سازی مشکلات شدید نارسایی غذا فرستاده شده است. وزارت میگوید این اقدام از سوی کشورهای عضو سازمان اسلامی امنیت عضوقواری در همکاری با تشکیلات خیریوی پادشاهی هاشمی اردن عملی کرده شده، با آن قزاقستان، آذربایجان و بنگلادش نیز همراهند. انتظار می رود که کاروان کمک بشردوستانه دوام 2 روز به گذرگاه سرحدی کرم ابوسلیم رسیده و در هماهنگی با برنامه جهانی آذوقه و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد برای انتقال به خطر کمک‌ها تقریباً به 8000 خانواده در تأمین کمبود غذا مساعدت می‌کند. سازمان اسلامی امنیت عضوقواری در اول سال 2024 برای مبارزه با خطر گرسنگی در نوار غزه با انتشار یک دعوت اضطراری برنامه ارد برای بشریت را راه‌اندازی کرده بود. خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان شهروندان را برای کار در لیتوا دعوت کرده است. با اطلاع نهاد، لیتوا برای کار به 60 کارمند نیاز دارد. از جمله 40 جای کار برای کفشرگر، استای برق و استای قبور با معاش بیش از 1500 یورو و 20 راننده نقلیاتی بارکشان با مزد معاش بیش از 1900 یورو. همچنین از جانب کار تامین کننده اجازتنامه اقامت برای 2 سال و منزل زیست داده می شود. از داوطلبان دانستن زبان روسی، نداشتن داغ سودی، تجربه کاری 1 ساله و داشتن دیپلم یا سرتیفیکات در این ساحه و حجت رانندگی طلب کرده می شود. گفته می شود به این کارها شهروندان از 20 تا 40 ساله می توانند مراجعت کنند. بنا به معلومات دپارتمنت مهاجرت لیتوا، از روی شماری شهروندان خود در این کشور، ازبکستان و تاجیکستان در جایهای 4 و 5 قرار دارند. مقامات تاجیکستان تلاش دارند به جز روسیه راه مهاجران تاجیک به دیگر کشورها باز شود. از جمله شهروندان تاجیکستان در سالهای اخیر برای کار به بریتانیای کبیر فرستاده می شوند، ولی شماره این مهاجران خیلی کم است. در بعضی از نهادهای دولتی تاجیکستان روز 21 ینور تغییرات کادری صورت گرفت. کارگردان ناصر سعیدزاده که تا اینده مدیر تلویزیونی سفینه بود، به جای نورالدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو شد. نورالدین سعید به نفقه برآمد و پیشتر وزیر معارف و علم تاجیکستان بود و بیشتر در رابطه با سر و لباس یگانه و طرفداریش از شرکت دانشجویان در مشروفکه خبرساز بود. در این روز عبدالرحمن حلیمزاده مدیر اجنسی سقورت اجتماعی و نفقه، احتم عبدالله‌زاده سردار خدمات اجرا، سخیداد رحمت الله زاده رئیس کمیته زبان و اصلاحات و لطفیه شریف زاده سردار سر اداره بایگانی تعیین شدند. از آغاز ماه ینور در بعضی از اداره‌های دولتی و حکومت‌های محلی در تاجیکستان تغییرات کادری جریان دارد. از روز دوشنبه 27 ینور وزیران و رئیسان کمیته‌ها و نهادهای دیگر دولتی تاجیکستان با برگزاری نشست‌های خبری به سؤال روزنامه‌نگاران پاسخ می‌دهند. این نشست‌ها هر 6 ماه یک بار می‌گذرند. خبرنگاران رادیوزادی در خیابان‌های دوشنبه از ساکنان پرسیدند که با وزیران و رئیسان چی سوال یا پیشنهادی دارند. خواستیم که فهمیم که همه کانتر مشکلات ما را آسان کنند که همه کار کنیم کانتر در وطن خودمان. از روسیه دیپورت می‌کردند، جای کار نیست. فقط با همین تاکسی روز ما رفته است. همه خواستیم که کانتر سبکی کنه وزارت نقلیات. پیشنهاد دارم. خیلی سوئد کی میشه آخه سوئد؟ خلق به سوئد های. کارشون خیلی اینجا چی پیشنهاد کنیم همه در ساعتی برنامه است. ما خواهم کار کنیم وزیر کار داخلیم. لفظ کار. وزیر مولای ما محله یک محله ما یکم کمبونیا داریم هم 100% یکم است. ایسا کمتر میتیا. برای گشتن ما میدفعات میدم هر روز میدم این روز رفتم که اون روز رفتم که گفته میدفعات نداویدگی باید 300 متر میکرد 300 نمیتیا میره 190 نمیگیریم
های 190 تین مایل 290 تین مایل 270 متر من میگم چرا 1300 سه میگیره تو من 270 سه میگیرم گفتم نمیدونم میگه دکترو ما اکجا دونم که این خیلی پس مایی رفته وای کلاب میگم اکنون میگم که بعد سنتبر میگیره تو میگی بسیاری از توریست ها از هموطنان ما علاقمند هستند بیان با کشور تاجیکستان آشنا بشن. یکی از مهمترین مشکلات مسئله صدور ویزا بود که جناب امام علی رحمان رئیس جمهور محترم این رو برداشتن علیه حل کردن برای شهروندان ایران. در حاشیه اون مسئله تیکت راهکرای بلیط هست که با وجودی که ما 1.5 تا 2 ساعت راه داریم با سمالات کمتر قیمت ها بلند هست. من احساس میکنم اگر در این مسئله مسئولین وزارتخانه ها و مسئولین مملکتی در جمهوری تاجیکستان به ایران موافقه بیان این مسئله خراجات و هزینه‌های تیکت رو برای مهمانان کمتر پایین بیارن بهتر. مسئله بعدی شناساندن تاجیکستانه. تاجیکستان باید در ایران معرفی بشه، در کشورهای دیگه معرفی بشه، در اونجا بیلبوردهای شهری، رکلام‌های شهری باید بره. علیه خب خیلی از دستاندرکارا هستن برای این کار تخصص دارن، میتونن خدمت کنن. ما هم علاقمند هستیم با کمیته سیاحی و گردشگری فعالیت و همکاری داریم، با پلات سودا و اینها همکاری داریم، با کمیته سرمایه‌گذاری وزارت رشد. با امیدواریم که همچون من خدمتگزاران زیادی هستن که علاقمند هستن به کشور تاجیکستان خدمت کنن. امیدوارم که این شرایط بهتر پیش بیاد. ممنون. تبابتی میروید بسیار همون مثلا پیرانسوران باشد یا اینکه بسیار که گودک داره و هم باشد بسیار همون وجود هر خیل چیزایی هست که همون بسیار که همون پولی میگرفتگیشون یا که همون گوییم که مبلغ میگرفتگیشون نوانیخ است. من همین سوال میدونم که مثال که وزیر هم که چی که چون همین جای همون چیزاش نمیمونه. مثال که همون نقصنامه هایی که همون درباره مثال که انالیز ها یا که با چیزهایی که همون میسپرن هم خردها میروند زن های مثال که حاملگان میروند. من خیلی در همین شهر کردم شدم بعضی بسیار جا میروم میشینم میخیزم میبینم که بسیار نادرست موجود است. باقی مراجعت کنیم همه با کدام سبب ما را دپورت کردن انا ایجاد اومدیم همه ایرپورت خود مونده. انا ما دا ورق دادن که یعنی همچه چی بود دلمون چی بود استاتیامون چی بود کارچ استاتیایی که ما دا زدگیان ما با وای روزی هم نیستیم یعنی درک هم نداریم چی تهدید ما مثلا با وای کرده با همون دولت کردگیم پرست همین خیلی ما را زدگیانده است. بیننده های عزیز شما هم سوال و پیشنهادهای خود را زیر این برنامه برایمون نویسید. یک تفتیش در قزاقستان فرق یا تفاوت درآمد مهاجران کوری از 3 کشور آسیای مرکزی و پول فرستاده آنها را به وطنشان آشکار کرده است. پالاتای عالی اودیتوری قزاقستان روز 21 ینور گفت شهروندان 3 کشور آسیای مرکزی در 3 سال گذشته نزدیک به 260 میلیون دلار کار کرده به وطنشان نزدیک به 2 میلیارد دلار پول فرستادند. در اظهارات نام کشور مشخصی آورده نشده است. مقامات قزاقستان تاکید کردند که فرق کلان میان درآمد رسمی و پولهای انتقالی مهاجران بیانگری بسیار جدی بودن سطح اقتصادی پنهانی یا سایگی در قزاقستان است. قزاقستان بعد از روسیه کشور دوم مهاجرپذیر از آسیای مرکزی است. بعضی از شهروندان تاجیکستان با هدف کار و درآمد به آنجا می روند. و در این بخش از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می دهیم.
моҳи январи соли 1933 пойгоҳи Академияи илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар Тоҷикистон таъсис шуд, ки баъдан бо институтҳои геология, ботаника, зоология ва паразитология, таърих, забон ва адабиёт табдил дода шуд. Фаъолияти босамари таҳқиқотии ин пажӯҳишгоҳҳои илмӣ заминагузори таъсиси Академияи илмҳои Тоҷикистон дар соли 1951 гардид, ки раҳбарии онро бо пешниҳоди Бобоҷон Ғафуров, нависанда ва донишманд Садриддин Айнӣ ба уҳда гирифт. Бо вуҷуди нақши муайяне дар рушди илми тоҷик ҳам замони шӯравӣ, ҳам дар давраи истиқлолият, ин ниҳодро барои номустақилӣ ва ба сиёсати ҳукумат мутобиқ шудани илм ва фаъолиятҳои илмӣ интиқод мекунанд. 22 январи соли 1992 дар назди Девони вазирони Тоҷикистон саридораи назорати гумрукӣ таъсис ёфт ва баъдан бо сохтори ҷудогонаи Кумитаи гумрук табдил дода шуд. Дар оғози таъсисашон тавонист аз мавҷи бузурги интиқоли молу таҷҳизот аз Тоҷикистон ба Русия пешгирӣ кунад, аммо акнун ришваситонии бархе аз кормандон ва пардохтҳои баланди гумрукӣ мавриди танқид қарор мегиранд. 22 январи соли 2009 бо як фармонаш президенти вақти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Барак Обама ба бастани боздоштгоҳи Гуантанамо дар Куба амр дод. Ин замоне буд, ки дар Гуантанамо наздик ба 250 нафар бо иттиҳоми даст доштан дар терроризм нигаҳ дошта мешуд ва 21 нафар мавриди муҳокима қарор доштанд. Дар Гуантанамо дар умум 12 шаҳрванди Тоҷикистон ҳам, ки дар ҷангҳои Афғонистон зидди нирӯҳои эътилофӣ ҷангиданд, нигаҳдорӣ шуда баъдан бархе ба Тоҷикистон истирдод шуданд. бонки миллии субҳи имрӯз қурби асъори хориҷиро чунин тайин кардааст: 1000 рубли русӣ баробар аст ба 110 сомонӣ, 100 евро ба 1129 сомонӣ ва 100 доллар 1094 сомонӣ. бинандагони азиз, сипос ки то ин лаҳза моро ҳамроҳӣ кардед. Бо шумо то фардо худоҳофизӣ мекунем. хайр.